در اینجا مردم ناحیه وسه برای مسابقه دویدن و دوچرخرانی آمدند. چون این مسابقات را هر سال در ماه می در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برگزار می‌کنند. این دونده امام خطیب مسجد جامع دهه کدوچی است. در این دو او با معاونش شرکت کرد. در میان امام خطیبان جای اول را صاحب شده است. این دوی ملی که طول 15 سال فعالیت دارد، ما همچون امام خطیب مسجد جامع با معاون در همین دو اشتراک کردیم. از جماعت باباشایان دهه کدوچی در همین دو جای اول از ملاقات گرفتیم. برای سلامتی تندرستی بسیار ورزش خوب است. 3 سال می شود که روحانیان در وسه برای تبلیغ ورزش در صف پیشند. حالا دسته فوتبال هولبوگ را امام خطیب مسجد مرکزی رهبری میکند. اینچنین دیگر امام خطیبان مسابقه های خرد فوتبال را در دهات تشکیل کردند. رئیس ناحیه گفت که رهبری هر دسته را امام خطیبان بر عهده خواهند داشت. او گفت از این راه میخواهند پیش افراطی شوی جوانان را گیرند. فوتبال بر ضد تروریسم و اکستریمیسم در همین موضوع در جماعت دیوت گلستان علاقه فوتبال بین دهها را مونده که هر یک کمانده فوتبال در روش هم رئیس محله، هم امام خطیب، هم دیرکتوری مکتب. ناحیه وسه از نظر اهالی و مساحت کلانترین ناحیه منطقه کلاب است. در مسابقات دو دوچرخرانی 5000 ساکن شرکت کرده است. بیشتر غالبان در این چاره‌بینی جوانان بودند. طبقه‌ای که مقامات تاجیکستان از افزایش افراطگرایی اسلامی در بین آنها بسیار نگرانند.